اما ما فعلا در چوک صمیم سنچارکی هستیم. اینجا دیگه افطار بخیر اینجا میگذرانیم. میوه خشک ما هم دیگه از نسبت از سالهای پیش پایان آمدن. هموطنان عزیز ما کمک کرده بود. نامش مقدسه بود، ما قدسیه گفته بودم. یک ماه مبارک رمضان بود. این 650 ما ایرا باز در خود ما 400 تمام 420 410 میدیم. با مبلغ 4430 افغانی برش مواد خوراکی خریدیم. بله آی بادام بسیار خوبی شد، نازک که به نام بادام قنبری میگن، قنبری اول 1 کیلو وزن میشه 470 افغانی. ممتاز دلار بلند نرفته خواه نخواه باز پایین شده تمام شد دیگه چیز بکار نیست برم خوش پیش روزه مبارک هستیم. از این وطندار ما یک کمی میوه خانه میگیریم. اینو 30 روپیه است دیگه، این 4 چیزا که 30 روپیه 30 افغانی است. بله. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 12مین روز ماه مبارک رمضان 12 مارچ و 22 هوت است. یک تشکری ویژه میکنم از تمام شما وطندارای عزیز که هم در اینجا با ما هستین و هم در آنجا با ما بودین در چینل قبلی. امیدوارم است که بتونم که او را بدیس بیارم. سرش زیاد تلاش کرده رئیسم، توکل تو الله. اگر نبود باز از چینل در خدمتتون هستم. یک معذرت خواهی اسپیشال ویژه از خانواده محترم مقدسه میکنم. دختر کوچولویی که در گزارش دیشب ما شما دیدین یا پریشب برای هموطنان عزیز ما کمک کرده بود. نامش مقدسه بود، ما قدسیه گفته بودم. یک ماه مبارک رمضان بود. دوم من چینلم خراب شده بود، تمرکز فکری و ذهنی خودم متاسفانه از دست داده بودم، نامش اشتباه گفته بودم. از خانواده عزیزم پوزش میخوایم و از تشکری میکنم از بانو شادخت مقدسه و بیبی جانش که در کنار هموطنان عزیز ما قرار گرفتن. چند ویدیوش هم مانده بود که ما در گزارش دیشب ما نشر کردیم، شما شاید دیده باشید. از پول بیبی شکلا پیش ما 9530 افغانی مانده بود. قبل از اینکه ما اینجا بیم برای یک نفر با مبلغ 3000 افغانی ما مواد خوراکی گرفتیم در چوک الکوزی. او برنامه شاید در قسمت آخری برنامه باشد. اما ما فعلا در چوک صمیم سنچارکی هستیم. اینجا دیگه افطار بخیر اینجا میگذرانیم. به اینکه بریم با هموطنان عزیز ما که بولانی پخته میکنه، سمبوسه پخته میکنه، برگر آماده میسازه، با آنها چند لحظه درد دل میکنم. و شما هم خواهش میکنم که چنل تازه ما را دیگه سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدهید و با دوستانتان هم شریک بسازید. اگر میخواهید که صدقه‌تان به هموطنان عزیز ما برسن، ما در خدمتتان هستیم. چون آخرین پول بیبی حاجی پیش ما است، شکلا فیروز اینم بخیر خلاص میشه دیگه، هیچ پولی پیش ما باقی نمانده. اگر خواستید ما در خدمت هستیم، شماره واتساپ ما در منجا هست. میریم بخیر. بیننده‌های عزیز، ما در کوچه زلال هستیم. این کوچه دیگه در ماه مبارک رمضان تبدیل به مرکز فروش میوه خشک میگردد. هتل اثر چی که باشه پر از میوه خشک میشود. قسمی که بعد از ماه مبارک رمضان میشه بیرو بار ازدحام است. در ماه مبارک رمضان باز خصوصا میوه خشک است. نام خدا هموطنان عزیز ما اینمیجه است. هر وقت بین بعضی دکاندارا تقریبا 24 ساعته اینمیجه هستند. ما از کجا شروع کردیم کجا آمدیم؟ چون وقت افطار بود آمدیم یک جای اونجا افطار کردیم، خداوند قبول بگرداند. اینجا پس آمدیم با این وطندار با چند لحظه صحبت میکنم که قیمتا چطور است، مردم هنوز هم سرشتی کرده نکرده یا مثل ما بری دو روز عید بانه میخرن. سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر. خوش هستم بعد از مدت ها دوباره شما را اینجا میبینیم. بسیار خوش شدیم ما. سلامت. رمضان خوب خوش برتان میخوایم. هر سال ما شما مصاحبه کردیم. بله. نامتان چی بود؟ نام میراج‌دین است. میراج‌دین. ولی کدام غرفه از خودت است؟ اینم دو دانه که میبینیم کلان کی است؟ همین همو. بله. ماشاءالله.
چطور مردم میدان آمادگی عید رمضان گرفتن؟ بله شکر سرشته فعلا کرده نکرده چطور؟ فعلا مردم دیگه مردم شما فقیر نشین است دیگه میده که نخره یک جای فعلا تواناییش نیست دیگه. بله. شکر از هزار بار یعنی منظور این است که بازار یک ذره شروع بازار فعلا تقاضای مردم خوب شده. خوب شده. یگان طرف ما پرسان میکنم تقریبا 24 ساعته اینجا هستن. شما چطور؟ ما همچنان. خب یک نفر هستن یک نفر میره. نه دیگه ما فعلا یک 12 نفر فعلا پرسنل ما هست. ماشاءالله 12 نفر. قیمت‌های میوه خشک چطور است؟ میوه خشک ما هم دیگه از نسبت از سالهای پیش پایان آمدن نرخ. میگه آنچه که از ازبکستان میاد یک ذره قیمت شده. مثلا نمی بسکیت یا چیز ازبکستانی است؟ بله بسکیت ازبکستانی است. کنجیتی ازبکستانی. چند است کیلو است؟ اینمی در خود ما فعلا ما 200 فروش از دیگه که 170 روپیه تمام میشه. 170 افغانی. بله. و جیلیا چند است؟ این جیلیا 250 روپیه فعلا است. جیلیا چینی. این چی است؟ ازبکستانی است بسکیت است. این چند است کیلو؟ 2500. ما از امکانش پرسان میکنم یگان تا که بیاد دیگه جمعیت جنجال نکنه. نه مشکل نداره دیگه ما خب بادام چند است؟ هر رقم است بادام هر چیزی که بگین ما جنس بادام مینال مثلا چند قسم بادام است. یک بادام نیست که یک نرخ باشه. بله بله. یعنی می بادام که روبروی ما شما همین بادام برای فعلا که از 420 روپیه میاد. و خاصه کدو چند است؟ خاصه کدو 200 روپیه. 200 بله. یک نوع بادام زیر نرخ مدا بازار است از ما. دیگه جای میتونیم بای کنیم با از ما بخره. به شک. یعنی شما دیگه هستین دمی سر کوچه هم هستین. اول نفر خودمون هستیم اولین پیسه هم خودمون کار داریم. به شک والا. اینجا که کلگی اومده با خاطر پیسه اومده واقعا سلامت میگه. اما هر کس که اگر میخواد مشتری جذب کنه یک 5 افغانی ارزان بفروشه. ولی همون تو هست دیگه. 5 روپیه میگه فایده میگه که ارزان به علت نیست دیگه. میگه که میشه که همین نفر ضرورت داره جای ما کران نیست مصرف نداری. باز دیگه یک ماه هستین دیگه پس جمع میکنیم. نه ما سال 12 ماه باز از ما میوه است. نه باز اینجا خونیست ما. همینجاست. همینجا؟ بله. خانه آباد سلامت ستانه وقت نشد بخیر باشین خانه آباد. بیننده عزیز اینجا پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم که ماشاءالله دکانش هم تو پر زرق و برق است. پروا نداره. سلام علیکم. سلام علیکم. خیر بخیر هستین جان که تانجات آرام مورینی. بخیر هستین. بسیار آزارت میتن. والا چکنیم دیگه بچه‌ها دیگه مذاق داره. کلش حتما دوست رفیق بله. است. نامتان؟ نام امید الله. امید جان شما فکر میکنم تنها ماه مبارک رمضان هستید. بله. ماه مبارک رمضان هستیم. قیمت‌ها چطور است؟ قیمت‌ها خوب از ارزان است. خب بادام چند است؟ بادام یعنی بادام است. بادام قنبری 1 کیلوی پوره از دیگه از ما. یک چور از دیگر کم است؟ از دیگر را بله یک کم است. یک کمی. بله. مقصد نگو. 850 گرم است. از ما 1 کیلوی پوره است. ارزان هم است. ایران نامش چی میگه؟ قنبری. قنبری. بادام قنبری. این بادام است باز 70 بایس. بادام 70 بایس 1 کیلو است. خوش من و دو دیده. این چند است امید جان؟ این 650 ما ایرا باز در خود ما 400 تمام 420 410 میتین. چندان فایده نمیگیری. کم میگیری. بله. اما کم میگیریم که هندی چی میگن کاجو نه؟ کاجو میگه بله. کاجو. این کاجو هندی است باز. ایرا کیلوش چند است؟ 1 کیلوی 730 در خود ما تمام است. بازی 1 کیلو است یا 1 کیلوی پر است. این ترازو است. ما بون حق بغدار برسه گفته اگام تا. دقیقاً ماه مبارک رمضان. بله. اگر نه باز پشت شاروالی میایه. ایت پروا نداره از ما که هر وقت هم جواب است. این 1 کیلوی پر است. صحیح. چاکلیت ها چند است چاکلیت ها؟ چاکلیت هر نرخ داره ترکمنستانی ایرانی هر رقم است. میوه خوشی که از ازبکستان میاد یک زنه میگه قیمت شده امسال. بله. این بسکت های ترکمنستانی است. این بسکت های ترکمنستانی است. مالای نو میاد از کیلو اونها. از اونها چند است وطن دار؟ اینا در خود ما 230 میاد تا 250 240 داده میتونیم. 240 250 بله. و جیلی چند است؟ ژیلی هر نرخ داره. ژیلی 3 4 رقم دیگه هم بغل داریم. این ژیلی چی است؟ اینه میره. اینا ژیلی است باز. این ژیلی است؟ بله. عجب. اینش کاکائو است. این کاکائو است. بله. اینو دانه قوطی است؟ بله قوطی این چند است اینا؟ اینیش تا 150 است. اینا باز 180 حساب کنید. 180. اینا از کجا میاد؟ اینا ایرانی است باز. خاص ایران. بله. ولی چطور مردم به خاطر عید رمضان میده که میوه خوش میخورن؟ دیگه میخره. شما فکر میکنم 24 ساعت هستین؟ بله 24 ساعت هستیم تا 2 میده بخیر. تا 2 میده؟ بله. روز اول عید هم میجاست؟ روز اول عید هم هستیم. شکر. چند مجمع اینجا؟ اینجا
از میگول صبح دیگه 4 شروع ساعت است. از محفل یا 6 بیر صبح میخزیم ما. آفرین. امید جان یگان جای که ما میریم یگان تا بله. پایل میشه حال شما کنم. والا یک گپ دیگه هم از یاد ما رفت. در سودایی که مشتری ها که میگیره از این پس از یوتیوب چینل شما که بیاد 100 پس بازم کم بده ما. مثلا 5000 شده باشه 4800 بده 200 کم. اگر انت نفر تخمین. مثلا 5000 از پیش تا سودا بله. بگیره یگان چیز اگر برش توفه بیتی چی؟ توفه این 1 کیلو این ترکمنستانی جایزه. 1 کیلو 1 کیلو. اینه دیگه. بله. اینه. این اینی هم گاشته جایزش. ده 5000 بله. ده 5000 افغانی سودا بگیریم و جایزه تان هم بگیریم. در داغ تازاری اینی توفه. به به به. دیگه چی میخواین؟ هزاری خودش چند کیلو میگیریم؟ یعنی 3 کیلوست. 3 کیلو. کیلو یک سودا کنیم 900 روپیه میشه. فقط در کوشی زلال. بله. روبروی از غریق داخل کوچه. پیش امید جان بین. بله. خوش میین. امیدوارم خودی ما بیم. پیش رایت خوبی. سلامت خانه آباد. بینندای عزیز هنوز هم در می کوچه زلال هستیم با یکی از وطندارای عزیز ما که نام خدا دوست و رفیقش اینجا خیلی زیاد است و خوب ساعتشان هم تیر هستن. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. نامتان؟ سامی والا صداقت هستم یکی از هتل‌های شهر مزار شریف دیگه فعلا به خاطر ماه مبارک رمضان که میوه خوش کردین. فصل بیکاری است برای ما میوه خوش انداختیم برای مشتری‌ها برای شهر برای هموطنان عزیز ما. باز رمضان که بخیر خلاص باز پس رو جمع میکنین. رمضان بخیر که خلاص شد با دوباره پس اون کار یه باز پس در میوه کسی که میوه خشک میفروشه اونا تسلیم میکنه یا دوستا و رفیقا خودشون میوه خشک دکان دارن؟ شکر دوستا رفیقا مشتری‌ها زیاد است ما که فکر میکنیم 10 برابر از این مثال بخیر بریم کمبود میکنه. بازارا کمی شور خورده یعنی بازارا خوب است دیگه حالا خود دید یک کمی وقت مانده یک 18 روز هنوز هم مانده دیگه بازارا میده روز به روز که عید بخیر نزدیک شدن گیره بازارا خوب شدن میگیره. هر سال هم شما شاید اینجا میوه میفروختین؟ ما هر سال ماه مبارک رمضان که میشه فقط میوه خشک میپرتیم. اگر با پارسال قیمتا رو مقایسه بکنیم بالا رفته پایین آمده چون نسبت به پارسال حال خود دلار خیلی ارزان شده. بله نه امسال نسبت به پارسال بسیاری جنسا ارزان است. ارزان شده. بله بادام است مثال این بادام نمکی میگن سامی جون چی میگن یعنی میره مثلا کیلوش چند است؟ این بادام نمکی است. بادام شور آمریکایی میگن بسیار یک بادام خوشمزه. 1 کیلو 800 گرم. نه مالای ما کلش 1 کیلو است. 1 کیلو. بله ما کار خراب نمیکنیم به خاطر چون که رستوران ما نامی است. از این رستوران ما پارسال یک گزارش هم گرفتم. بله دیگه ما کار نمیکنیم که هم مشتری‌ها هم به خاطر ماه مبارک رمضان است. هم خدا ناستن کردن خدا بسته کردن کنه 1 گرم و 2 گرم. بله چیزی هم نمیشه. قیمت از چند است؟ قیمت از بادام از 750 روپیه. 750 این بادام. و بادامای دیگه قنبری میگه چی میگه؟ این بادام قنبری است. برای مشتریای ما فکر میکنم میده میشه. بله این بادام بسیار خوبی شد نازک که به نام بادام قنبری میگن. قنبری اول 1 کیلو وزن میشه 470 افغانی. 470 بله 470 افغانی. و اینا بیسکیت هست فکر میکنم؟ امریکایی سرخ هم داریم. این نمکی است. این نمکی است بسیاری جای است مثال سابقش میره ما تازه بادام خوبیش. این چند است؟ 500 افغانی. 500 بله خیلی ارزان شده. و این بیسکیت ها چند است کیلوش؟ این بیسکیت ها که است 5-6 رنگ داره. دیگه میکس هم میتیم در مشتری ها رنگای جداگانه هم برشان میتیم. این رو 250 روپیه. 250 روپیه بله. دیگه اینجا یک رقم بیسکیت دیگه داریم دو رنگ. کاکاوی است؟ کدامش کاکاوی است؟ این کاکاوی نیست. میتونید یک تمش نوشیدن کنید. واسه سوال خود روزه نیست دیگه حال خوب. اجازه است؟ گفتی مردم گفت چشک شلال است. چشک شلال است. و این کیلوش چند است؟ این کیلوی 320 روپیه. 320 بله. ما اینش از شما ما خو میخوریم دیگه شما رو شما این کنید. از طرف ماست بگید. چند است کیلوی از این؟ 250 افغانی یا میکس است یا 320 روپیه دیگه امتحان کدامش نرخای خدا داره دیگه. شما دیگه شاید مثل دیگه دوستا همسایه 24 ساعت باز بخیر باشه. بله 24 شما دیگه هتل داره نمیشه خواب بله 24 ساعت میشه در خدمت مشتری هستیم دیگه. یگام کمبودات خود پورا میکنیم
شاید بعد از زیاد هم شو بله، بله، بعد از زیاد شو. ایدی رمضان است بخیر. با ما یک توفه هم داریم که مشتریایی که یک 5000 میگیرن سودا. میوه خشک میگیرن مثلا. توفه تو داریم اینجا مد نظر گرفتیم. یعنی توفه است اینا؟ بله، این گودیا که است توفه است. 5000 که سودا گرفتن یک گودی برشون توفه میدن. و او کاکا هم است؟ نه، او کاکا نیست، از 5000 که بالا شد 10000 شد، این دو رقم گودی دیگه داریم اینو برشون توفه میدن. شک. این طریقه بازاریابی رو واقعا اینا پیدا کردن. رستوران ما بی‌نظیر است دیگه، نه فروشی ما بی‌نظیر است. خداوند دیگه شما رو همیشه تو جور و سلامت داشته باشن. سلام جان، بسیار زیاد تشکر. مسلمان هم تو جور سربند. اما رو بگیم انداخت. خداوند دیگه کار بار کلی رو خوب کنه، کلی امید میکنه. دقیقاً. خداوند بزرگ است. دقیقاً. سلامت. خانم است که در کار بارشان فقط صداقت بکنن. صداقت. بله. اولین کلمه صداقت است. این اگه شما تطبیق بکنید ان شاء الله روزی بدی را نمیبینید. خانم آباد، خداحافظ. خوش آمدید. بخیر باش. بینندگان عزیز، ما پیش روضه مبارک هستیم. از این وطندار ما یک کمی میوه خانه میگیریم، کیلم از اونجا میگیریم، کینوم از جای دیگه میگیریم، باز میریم خانه دیگه، باز با شما هم خداحافظی میکنیم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیر؟ یک ذره طرفتر برین که از این روشنایی شما ما استفاده بکنیم. نامتون اول ببخشید. اسمت الله هستم از ولایت بغلان. بغلان؟ بله. اینجا به نظر بغلانی زیاد است یا سمنگانی ها؟ بغلانی زیاد است. خب ما یک جا همیشه که میرم پرسان میکنم، باز یک 3-4 دانه یا 5-6-10 دانه میشه کلشان دوستا و رفقا است، یا از بغلان است یا سمنگان است. شما خیلی بغلانی هستین گفتید مردم. بله. اینمی مالتا چند است کیلوش؟ مالتا 90 روپیه است برادر. 90. بله. و او را لال مالتا میگن؟ لال مالتا است که 80 روپیه است. خب او اودار است یا این؟ لال اودار است نسبتا به این. باز از یک باید او قیمت باشه دیگه. و کمی ترش است، شیرین است. شیرین است. طعم خوبش. خب شما چطور فروخت چیز میزیانی؟ شکر است، خوب است یکمتون. چند بجه آمده بودید از طرف روز؟ ساعت 4 بجه آمده بود. دیگه وقت در اتاق بودی یا معمولا نمو وقتا میبرین یا وقت برآمده بودین اینجا؟ وقت برآمد ساعت 10 بجه برآمده بودیم. 4 سرکی سعید آباد بودیم، از اینجا آمدیم. خب نصف شده به نظرت میوید؟ نه نصف هم نشده امروز. چی میگی؟ آها. خیلی از این 1.5 کیلو برای ما تول کنین. 1.5 کیلو چقدر میشه؟ 90 است نه؟ 135 میشه، 130 روپیه میگیریم 1 کیلوش خیر است. نه هم 140 جور کو برو خیر است. 140 جور. 150 را جور کو ترازو داری؟ 150 را خیلی برای ما تول کو. ایرا گفتی خیلی شیرین است دیگه از این خاطر. این ایرانی است؟ ایرانی سردیش ایرانی است. خوب ایرانی است؟ بله. سیب وطنی است دیگه. سیب وطنی است. سیب 40 روپیه است؟ سرخ 60 روپیه، سفیدش 80 روپیه. 80 روپیه. ما از این بغلانی سیب یک کمی میوه میگیریم، باز میریم یک ذره کیلم میگیریم، خیر باز همراه شما خداحافظی میکنیم. 150 را جور خو. 150 روپیه دیانتا پاک است. بیخی فکس آمده. خداوند دیانتای ما شما را همیشه نمیتو داشته باشه. گپی نیست برادر. نه سلامت باشین، تشکر. اینه اینجا رو خالی برام بگم. صدای ما خوب کنم و اینجا خوب نبود. خانه آباد، بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین. ما اونجا میریم کیله رو یک بیان کنیم که کیله چند است. بیا هم کاریم، همون تو بیا. کیله رو یک بیان کنیم که وطندار کیله چند است. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خدا ببخش. خوب هستین؟ بخیر. گفته مردم خوب کیله خالدار. بله کیله هندی بسیار. نامتان؟ عبدالحق. عبدالحق. بله عبدالحق. خب عبدالحق شما بغلانی هستین؟ بله. خانه آباد. کیله چند است؟ جوریش؟ کیله اینو است جوری 30 روپیه است، اونو جوری 25 روپیه. 25 افغانی؟ بله. خالدار. خالدار کیله خالدار. این چند است؟ اینو 30 روپیه است دیگه. این 4 چیزا که 30 روپیه. 30 افغانی است؟ بله. یک کنیم صدا چی بود؟ چی قدر میه؟ اگه نه من دیگه جای 25 متا گرفته بودم. 6 با شما 25 حساب میگم. خانه آباد سلامت. چی آورده بودی؟ چند درجان آورده بودی؟ از این 3 کارتن بار کرده بودی. ولی 1-2 کارتن مونده؟ 2 کارتانش کمتر مونده دیگه. انقریب 2 کارتن حساب میشه. خب 1 2 3 4 5 6. چند شدی؟ 150. 150. خانه آباد.
کلاک خلاص شد باز اتاق میرین دیگه. بله میده میده به اتاق میریم. سلامت. تا ساعتای 11 گپ نیست. خیلی خواهش میکنم تشکر. تا ساعتای 10 11 بشه هستیم با میریم. هر وقت که نمی خلاص شد. بله بله. نه خلاص خونه نمیشه. خوبی خالدار است اگبان بازی خراب نمیشه؟ مجبور هستیم دیگه چیکار کنیم اگر نمیشه که تا صبحم به خاطر از بشینیم سر سرک نمیشه با مجبور دقیق دیگه تا وقت بازار رو سیل میکنیم جمع جوشی ملت رو سیل میکنیم تا چه وقت کاروبار است که به وقت هستیم با بعد از اون دیگه جمع میکنیم میریم. ایرا از مارکت میراین شما میخرین؟ نه ایرا ما خود ما از کابل میتازیم. از کابل؟ بله. بعضی کیلای پاکستانی که میامد مثلا خام میامد اینجا پخته میشد. یه مامو سیستم داره یا جداست؟ نه ایرا مامو سیستم است. این سبز میاد داخل کارتن. اینجا با خود ما مواد داریم مواد میدنیم. سابق کاربیت بود اگه کاربیت نیست. ایرا مواد میدنیم بسیار خوبش میاد. میبینی که پاک است. هیچ کاربیت دبر از این نداره. بله. خانم آباد بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز از اینکه ما لایش نداریم از لایت نمی وطندار که منپلی میفروشه از این استفاده کردیم. تشکری ویژه میکنم از همه تان که همیشه با ما بودین. خانه تان آباد. باز هم اگر میخواین که در ماه مبارک رمضان صدقه تان به مستحقین برسه کسایی که بالایش صدقه میشوند ما در خدمتتان هستیم. شماره واتساپ ما بالای اسکرین تلویزیونتان هم است و بالای اسکرین تلفنتان هم هست. ما دیگه در همین جا با شما خداحافظی میکنیم ولی بعد از خداحافظی ما یک مصاحبه دیگه هم داریم اون را هم حتما ببینین و از کسایی که در این ماه مبارک رمضان کمک کردن ان شاء الله نام شما را نام کلتان حتما بخیر در روز عید میگیریم و یک تشکری ویژه حتما از پشتان میکنیم. تا برنامه بعدی بدرود. از پول بی شکیله فیروز مبلغ 9530 افغانی پیش ما مانده. آخرین پول هموطنان عزیز ماست که پیش ما هستند. برای او خانمی که در گزارش دیشب من فقط مصاحبه گرفتم اما تصویر هنگام خریدن مواد خوراکیش نگرفتم چون در مندوی خیلی مردم ما اذیت میکنن. با مبلغ 4430 افغانی برش مواد خوراکی خریدیم. حالا 9530 افغانی بی شکیلا فیروز پیش ما مانده. اینجا یک نفر از یک بچه هستن واقعا کار میکنن. آفرینشان. برای از این مواد خوراکی از پول بی شکیلا فیروز میخریم و اگر شما بازم خواستین که در کنار همچون افراد مستحق قرار بگیرین صدقه تان هم میخواین به اینا برسانین ما در خدمتتان هستیم. این بچه رو ما میخوایم خودش هم مسافر است مهاجر است از یک جای دیگه آمده اینجا بقدر دری را فکر میکنم خوب یاد ندارن. بیا اینجا یک امروز صحبت میکنیم. بیا غلطه که اینجا استاد کو اینجا استاد کو سلام علیکم استاد مسی جوره چی حال داری خوب هستی؟ داری ریا داری یا نه؟ داری. نامت؟ نامم عزیز است. در کجا زندگی میکنی؟ در نوشاد زندگی. چند نفر خانه نان خور هستن؟ 5 نفر است. کی کار میکنه؟ ما کار میکنم پدرم پیر است در خانه خبر. امروز چند کار کردی؟ پنجایی کار کردیم. پنجایی؟ بیا امروز ما برو اونجا بر کمی مواد خوراکی میخرم باز خانه ببر. صحیح است؟ خب با ما باشین ما بر از اینا مواد خوراکی میگیریم باز امروز شما هم کار داریم. ما پیش یکی از وطندارای عزیز ما آمدیم که چند روز پیششون آمدیم خانهشون آباد برای ما یک ذره ارزان حساب کرده بود از این خاطر دوباره پیششون آمدیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطوری؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ آرام برام است؟ بخیر هستین؟ چی می‌کنی؟ شجاع الدین. الله خوب باشین. زنده باشین. سلامت باشین. پایزد باشین. قسم که شما ورود ما برای یک نفر یک 3 قلم مواد خوراکی گرفتیم. بله. اما اینجا برای ابوالجوان ما شاید یک 10 قلم شود. خوش. شما فقط همو بیجکتون بگیرید شجاع جان. ما براتون میگیم. ممتاز دلار بلند نرفته خان نخوره باز پایین شده بلند حساب نکنید که باز نه دفعه سوم از پیش ما نمیم مقصد نه ان شاء الله دلتون جان. خب خوش گفته برین خیلی دیگه که ما اینجا یادداشت کنم. آرت بگیرین اول آرت خود نوا داشتین می
این 3-4-90 هم خب خوبش اول چند است دوم چند است او روز ما چند گرفتیم 1250 آن نمبر نوشته خوش خوش دیگه روغن چند بود 400 چند بود 90 490 بود صحیح. روغن 5 لیتره 490 یک سر برنج وطنی چند بود برنج وطنی هم سیر شد خودتون 400 دادیم 420 بود شما جنجال کن 400 دادیم نه 400 نبود 400 نه 4 نه 380 بود خب خیر پروانه میکنم مشکل نیست من نقص میکنم خب طول کنم جان چیزی که ما میگم شما طول کردن میگم برنج وطنی یک سر دیگه حالا یک ذره ما مصرف هستیم نه یعنی طرف خوش خب خوش دیگه یک کیلو لوبیا 100 است نه لوبیا خوبش کیلو 120 است شما باز 15 حساب میکنم هر سیر بیا چند حساب میکنی 115 100 تا خب چقدر یک کیلو خب دیگه یک کیلو ماش 90 است ماش هم 90 است بالا یک کیلو دیگه روب 100 است نوراست نه بالا نیم کیلو چای است 250 کی است نه نیم کیلو چایش بگیریم خوش نیم کیلو چای نیم کیلو خوش خب این خرمایتان چند است و خرما 120 است شما 110 افطار است میرم بگیرم خیر است خوش یک کیلو و قیمت 25 است 25 شما است بعد شما از 35 30 روپیه حساب میکنم اما اصلی خوبشه بودم 30 روپیه 5 دانه از بگی خوش همکارم دیگه چی بود؟ دیگه روغن نگرفتیم ما ظرفش 100 روپیه است نه 100 روپیش هم است 60 روپیه هم است نه او کلان که 100 روپیه است خب از اون هم است یک تا مایه اطلس بیار و نمورم یک دانه از همون بگی برو بیار برو مایه خوش دیگه نمک هم 40 روپیه نمک اون نفر پرسان کنده یاد ما آمد خوش دیگه بس از فکر میکنم یک حساب کامرا خوش یک حساب تمام شد دیگه چیز بکار نیست نیشون اگه حساب برا خوش $2940 شده 2940 بله بازم یک اشتباه نشه یک حساب کنیم نه 2980 شده باشه دو دانم گوگل بگیر 3000 خوش خیلی گوگل ده اصلیش هم میگیریم 20 روپیه است چوبی گروسی یک درجن خوش دیگه تمام شد تمام 3000 افغانی شد بله خوش اکه جان بگی دیگه یک کیلو لوبیا طول که برخوری یک دو سه خوش